سلام، من عاطفه‌ام، مامان دختر 22 ماهه خیلی خوش‌غذا. میخوام اینجا تجربیاتم رو و مطالعاتم رو توی این دوره که بتونم یه بچه‌ای داشته باشم که اینقدر خوش‌غذا باشه، ما تو رستوران، تو مهمونی میشینه کنار ما و غذا میخوره، بهتون بگم. این یه دوره تخصصی BLW. توی قسمت قبلی با هم دیگه این که BLW چیه و چرا باید انتخابش کنیم صحبت کردیم. توی این قسمت میخوایم با هم دیگه این که والدین و نوزاد چه شرایط و ویژگی ها و آمادگی هایی باید داشته باشن که بخوان این مسیر رو شروع کنن صحبت کنیم. چون اگر آماده نباشن ممکنه یه سری خطرات و اذیت ها داشته باشن و حتما توی این مسیر خیلی موفق عمل کنن. بی‌العلاوه یه رویکرد تربیتیه، مثل هر چیز دیگه نیاز به دقت، صبر و آموزش داره. خب حالا این آمادگی ها چی هستن؟ ببینید یه سری آمادگی ها مال نوزاده. نوزاد باید بتونه یه سری از این آمادگی ها رو داشته باشه تا از خطر خفگی، بله، اشتباه و حتی بدخوابیش جلوگیری بشه. چون اگر شما مسیر رو درست نرید و کارتون رو بد موقع یا بی موقع یا با روش اشتباهی پیش ببرید، ممکنه هر کدوم از اینها خطر خفگی، جویدن و بلع اشتباه و بیخوابی رو برای نوزادتون تجربه کنید. و بهتون قول میدم به عنوان والدی که 6 ماهه نوزاد داره و خواب خیلی کمی داشته و خستگی خیلی زیادی داره، نمیخواید این مسیر رو اشتباه برید. بهتر میشه، باور کن. انقدر بهتر میشه که من مامان 22 ماهه نشستم اینجا و میتونم برای شما دوره ضبط کنم. اصلا تصورش برای وقتی که نوزادم 6 ماهه بود غیر ممکنه. خب خدا رو شکر. امید داشته باشید به آینده. اولین توانایی که نوزاد باید داشته باشه اینه که بتونه به صورت مستقل بشینه. حداقل 6 ثانیه به صورت مستقل بشینه، چون به هر حال صندلیایی که هستش پشتی دارن و کمکشون میکنن برای نشستن، ولی باید بتونه که 6 ثانیه به صورت تنها بدونه که چیزی پشتش باشه بشینه. این نشون میده که عضلات گردن و پشتشون به اندازه کافی تقویت شده و جویدن و بلعشون رو میتونن مدیریت کنن. معمولا نوزادها این توانایی رو بین 6 تا 9 ماهگی پیدا میکنن. توانایی گرفتن اشیا و به سمت دهن بردنشون. شما اگر تست های رشد فرزندتونم بگذرانید، توی حدود 6 ماهگی یکی از تست هایی که داره باید بتونه دست به دست چیزی به دستش بده، بتونه برداره، بگیره، پرتاب کنه. حتی این از توانایی‌هایی هستش که حتما باید توی این بره ببینید که دارن. معمولا 90% تو همون 6 ماهگی دارن. علاقه به غذای خانواده. وقتی شما غذا میخورید دست و پا بزنه، صدا در بیاره، بخواد که غذاتون رو لمس کنه و این نشون میده که به طعم‌ها و بافت‌ها داره علاقه نشون میده و میخواد که خودش هم اونها رو تجربه کنه. نداشتن نیاز به تغذیه مداوم از شیر مادر یا شیر خشک. ببینید وقتی شما غذای کمکی رو برای کودکتون شروع میکنید باید کمتر کنید شیر یا شیر خشکشون رو، چون اون دیگه سیرش نمی‌کرده، شما اومدید بهش غذا دادید و در کنارش باید طبیعتا شیرتون رو کمتر کنید. پژوهش‌ها و مقالات علمی نشون میدن که نوزاد به طور فیزیکی و ذهنی آمادگی داره، خطرات کمتری رو تجربه میکنه در رابطه با این روش BLW. به طور تدریجی اگر که این غذاها به بچه معرفی بشه، غذاهای جامد به صورت تدریجی اگر به فرزندتون معرفی بشه، معمولا بچه‌های خوش‌غذاتری دارن و بچه‌ها موفق‌ترن نسبت به اون که غذاها و سبزیجات رو به صورت پوره به بچه میده. علامت‌های آمادگی نوزاد چیه؟ اولین علامت اینه که سرش رو ثابت نگه داره، به صورت کامل سر جاش بشینه، وقتی اشیا میدی دستش به سمت دهنش ببره و اینکه نوزاد توانی داره دستش برای گرفتن اشیا استفاده کنه. معمولا بین 6 تا 9 ماهگی اتفاق میفته. اینا رو گفتیم با هم. آماده سازی شرایط و محیط برای شروع BLW یک روش تغذیه به شدت موفق بچه مستقل میده. خیلی خوبه، خیلی خوبه، خیلی خوبه، ولی به عنوان یه والد فوق‌العاده روش کثیفیه. فوق‌العاده روش کثیفیه. پس یه سری چیزا باید تهیه کنی. اولین چیز صندلی نوزاد که قابل تنظیم باشه. ببینید این صندلی‌ها به نظر من اگر میخواید تازه شروع کنید بهتره که صندلی نوزادی که باهاش شروع میکنید قدش پایین باشه. این قابل تنظیمه، تا این بالا هم میاد. خب ولی اگر دارید تازه شروع میکنید، بچه‌ها تازه عادت به پرت کردن
دارن، تازه شروع میکنن به پرت کردن. پس اگر ارتفاع این صندلی کم باشه، حاشیه و محیطی که داره کثیف میکنه کمتر میشه. خب مورد دوم، این لبه ها و پشتی هاش ایمن باشه. ببین این خیلی صندلی خوبیه، سنگینه، خیلی بچه تکونم بخوره احساس عدم امنیت و زیر پا شل بشه و نمیدونم افتادن و اینا رو تجربه نمیکنه، تو امنیت داره تجربه غذا میگیره. و یه سری چیزا لازم دارید که برش بدید غذاها رو، که برش ها قابل دست گرفتن برای نوزاد باشه، قطعات کوچیک باشه، نرم باشه و برای برش. این ظرف و تجهیزات امن نیاز دارید. حالا این ظرف ها چی باشه؟ من پیشنهادم به عنوان یه مادری که بچه خوش غذا داره و اینا رو روش پیاده کردم اینه که شما 2 مدل بشقاب داشته باشید. یه مدل بشقاب داشته باشید که اینجوری تقسیم بندی شده، یه مدل بشقاب داشته باشید که یه تیکه است. ترکیب این دوتا استفادهشون در کنار همدیگه به شما این کمک رو میکنه که بچه‌تون مثلا فقط نخواد همه چی جدا جدا و تمیز بخوره. اگر ماست و خورشت و برنج جدا جدا به بچه میدید، بچه بتونه اینا رو بعدا با هم قاطی بکنه. چون اگر همیشه جدا جدا بدید به بچه، و خب ما دخالت هم نمی‌کنیم تو هر جور که دلش میخواد بخوره دیگه، بچه به مرور این برنج و قاطی خورشتش ممکنه نکنه، ممکنه وسواس پیدا کنه به این قضیه. ولی وقتی که گاه از این بشقاب ها استفاده میکنید که دیوایدر دارن، گاه از این بشقاب استفاده میکنید که یه تیکه، به بچه این کمک رو میکنه که با دوتاش کنار بیاد. و خب از دو تا یا 3 تا بشقاب بیشتر هم براش استفاده نکنید که همون قضیه روتین داشتن بچه ها و حس امنیت و آرامششون توی محیط خانواده هستش. مورد دومی که پیشنهاد میکنم، حتما از این کاورهای ضد آب داشته باشید. وایسا برام بیارم. تو فصلی مثل زمستون یا فصل‌هایی که هوا سرده، بچه رو با روش بی‌لبلی آشنا می‌کنید، از این آستیندارا تهیه بکنید که آستین لباس بچه هم کثیف نشه، علاوه بر این که خود بچه کثیف نمیشه و اینا. ببین اینجوریه، از پشت هم اینجوری بند داره، حتما بنددارش رو بگیرید، چون توی شستشو هی میخواید استفاده کنید چیز باشه، چی میگن، چسبش خراب نشه. بنددار گره میزنی و درصد خرابیش کمتره. ببین یه دونه هم کمتونه، حتما 2 تا به بالا تهیه کنید. ببینید این الان کثیف شده دست منه، ببینید. و اگر دارید تو فصلی مثل فصل تابستون که آستین بچه‌ها کوتاهه، بچه‌ها رو شروع می‌کنید به تغذیه مستقل، از این پیشبندا استفاده کنید. این پیشبندا دوروه و ضد آب، لک هم نمیگیره. به جنسش حتما توجه کنید، چون به شدت خب شما با زردچوب رب البل و کامل میخواد از سرش بماله تا پایین، حتما لکش بتونه از بین بره. خب اینا رو حتما تهیه کنید، کارتون راحت تره. اگر اینا رو تهیه نکنید، باید ضد لک برای شستشوی لباس هاشون یا دور انداختن دائمی لباس ها خرج اضافه داشته باشید. مورد بعدی یه زیراندازه. یه عده سفره میندازن، ولی خب من چون با پلاستیک و مصرف بیش از حد پلاستیک مخالفم، خریدم میرم سبدم رو کیسه ساک با خودم میبرم که نایلون نگیرم. من بهتون زیرانداز ضد آب پیشنهاد میکنم. قابلیت شستشو توی لباسشویی، تمیز کردن با وایتکس و سیفو داره. قشنگ میندازی زیر صندلی غذای بچه و هر چیزی که پرت میکنه میفته روی اینا، در نهایت میتکونی و میشوری. بعد از اینکه دوره بی‌لبلیش هم تموم شد، میتونید باهاش انواع بازی حسی و چی میگن دیگه، آب بازی و گل بازی و همه جا توی خونه با هم دیگه داشته باشید. اینها وسایلیه که ببین به عنوان یه مادر واقعا براتون واجبه که تهیه کنید تا کارتون کمتر باشه. من قبل از اینکه اینا رو تهیه کنم، دائما در حال شستن، حتی عکس دارم از آریانا که توی سینک ظرفشویی دیگه دارم میشورمش، انقدر که روزی 3 بار این بچه میشه. چون آریانا عادت داشت با دست کثیف سرش هم دست میزد و با اینکه تمام این تجهیزات رو داشتیم، ولی بازم شستشوی زیاد لازم داشت. به خاطر همین میگم این دوره‌ایه که شما اگر میخواید بی‌لبلی رو برای نوزادتون شروع کنید، با صبر و حوصله و دقت برید جلو. ولی وقتی تمومش میکنی، وقتی 1 سال و نیمش میشه، وقتی میبینی که با شما میاد تو رستوران میشینه غذاشو بخوره، با شما میاد مهمونی میشینه سر سفره غذاشو بخوره، هر جایی میرید شما مثل بقیه مامانا دنبال بچه با قاشق نمیدوید غذا بدید، چون بچه میدونه وظیفشه الان باید بشینه غذا بخوره. به همین سادگی میارزه.
خب این تجهیزات رو که براش تهیه کردید، مورد بعدی نکات مهم در انتخاب غذا. ببینید قدیما با حریره بادوم و نمیدونم اینجور چیز شروع میکردیم. یه دوره دکتر آمدن بررسی کردن، دیدن که خب نه، میتونید چیزای دیگر رو شروع کنید. آریانا 5 ماه و نیمگی شروع کردش که به صورت مستقل غذا بخوره، چون که رفلکس خیلی خیلی شدید داشت و دکتر بهش پیشنهاد کرد که غذاهاش یک مقدار به سمت سفت شدن بره و بتونه مثلا رفلکسش کم بشه، که همینطور هم شد تغذیه، یعنی روش دکتر درست بود. این اتفاق واقعا براش افتاد. حالا با چی شروع کردیم؟ ما با عصاره گوشت شروع کردیم. دکتر گفتش که قدیما میومدن حریره بادوم و یه سری غذاهای اینجوری میدادن که بگم معده بچه آماده بشه برای غذای مستقل و اینا. الان نظر متخصصان متفاوته، میگن میتونید که عصاره گوشت بدید، انواع سبزیجات بدید، هر چیز دیگه هم میتونید بهش اضافه کنید. حالا چه سبزیجاتی خوبه؟ سبزیجاتی مثل سبزیجاتی مثل هویج، کدو، سیب زمینی برای شروع خوبن، چون هم ویتامین های زیادی دارن، هم مواد معدنی خیلی خوبی دارن. ولی خب ببینید این هویج و کدو جزء 2 تا دسته میوه های سبزیجات نارنجی رنگه. باید دقت بشه تو مصرف اینا زیاده روی نشه، چون رنگ پوست بچه زرد میشه. از طرفی ببینید معمولا هویج برای بچه ها باعث یبوست میشه و کدو حلوایی باعث اسهال میشه. شما اینا ترکیبات رو کنار همدیگه باید جوری بچینید که بچه گوارشش هم به مشکل نخوره. خب میوه های نرم و رسیده مثل سیب، آووکادو، گلابی های رسیده، اینا هم پر از ویتامین ها و مواد معدنی و چربی های سالمن. به رشد مغز نوزاد خیلی کمک میکنند. غلات پخته و نرم مثل برنج و کینوا میتونن یه منبع خیلی عالی برای غلات باشن. یه سری چیزای دیگه هم هستن من برای آریانا استفاده میکردم، تو هم دوره وزنگیری خیلی خوبی داشت، هم رشدش خیلی خوب بود، رو نمودار همه چی به اندازه پیش میرفت. سویق استفاده میکردم. حالا با توجه به سن بچه این افرادی که سویق میفروشن متفاوتن، مواد متفاوتی دارن. از 6 ماهگی دارن که ما مثلا کدو حلوایی، دسر کدو حلواییشون رو گرفته بودیم، پودینگشو، آره پودینگ کدو حلوایی گرفتیم تو 6 ماهگی، بعد به مرور اضافه کردیم. برای چیز خیلی خوبه، این یه سری چیزا پودر سنجد تفت داده شده و کلسیم خیلی بالایی داره، برای دوره‌ای که بچه داره دندون در میاره خیلی راحت‌تر کمکش میکنه. اینم از این. خب در نهایت بخوایم یه جمع‌بندی داشته باشیم، یه سری آمادگی ها باید نوزاد داشته باشه، یه سری آمادگی ها باید والد داشته باشه. آمادگی هایی که نوزاد باید داشته باشه که گفتیم با هم دیگه، از نظر سنی باید به چه مراحلی برسه که آماده باشه. آمادگی های تجهیزات والدین هم که این بود. اما یه سری آمادگی های دیگه هم وجود داره که والد باید راجع به غذاها بدونه، کدوم غذاها گوارش بچه رو به هم میریزه، کدوم غذاها حساسیت زای، کدوم غذاها رو زیر 1 سالگی باید بهش بدی. 100 تا غذایی که باید قبل از 1 سالگی حتما والد به بچه معرفی بکنه و اینکه CPR حتما بلد باشید. اگر خدای نکرده توی این مسیر توی بلع دچار مشکل شد و دچار خفگی شد بتونید CPR کنید، چون نمیشن معمولا نمیشن. ولی ممکنه مثلا حتی تو سنین پایین‌تر بچه قطره بپره گلوش. به عنوان یه والد شما باید CPR خفگی رو بلد باشید. حالا ما توی این مسیر کنارتونیم، با هم دیگه کار میکنیم و بهترین ها رو براتون آرزو میکنم. اگر این ویدیو رو دوست داشتید لایکش کنید و برای قسمت های بعدی حتما سابسکرایب یادتون نره. بای.